با وجود مساعده هوای فصل زمستان امساله باغپروانان ناحیه شهرنفت تدبیرهای سریع را اندیشیده به زمین‌های یخ‌آب می‌مانند. باید گفت که برای باصفت به انجام رساندن یخ‌آبمانی در تمام خواجگی‌های خرد و میانه ستاد مخصوص تشکیل کرده شده است. باغپروانان ناحیه شهرنفت میگویند که نگهبانی خوب درختان میوه‌دهنده این امکانیت فراهم می‌آورد که تامینات اهالی با میوه تلو تازه بهتر می‌شود. از این لحاظ همه کوشش خود را برای بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و رشد این ساحه روانه کردند. فایده‌اش همیه که وقتی که ما یخ‌آب رو از دو طرف همین درختزارها آب رو با معیار معین سر می‌دهیم، پیش از این باید ما درختزارها رو گردش رو پابل کنیم، نرم کردن در کار حشرات رو نیست میکند. هم و در وقتی که حشرات ها نیست شدن دارو زهر داروها رو کم استفاده میبرند. غذادهی دم ریشه درخت رو وقتی که نمی چقری رفت ریشه درخت رو در وقتی که بهاران گلکنی میشود دیرتر میشود گلکنی درخت. برای همین هر یک دهقانی که در همین شب و روز گرچنده کاری مشکل هم باشد اگر همین رو استفاده برد آینده فایدهش رو میبیند. در حالت نگهبانی درست درختان باغداری هم ساحه سردرآمد به حساب می رود. مثلا رعایت حتمی قاعده‌های اگرتکنیکی و استفاده داروهای ضد حشرات ضرررسان اساس سرحاصلی این نوع‌های میوه ارزیابی می شود. تجربه‌های سال‌های آخری خواجگیداران نشان داده است پرورش شفتالو، انگور، سیب و آلو در حالت نگهبانی خوب نتیجه‌های دلخواه می‌دهند. اوید یخ‌آبمانی در ناحیه نقشه و چهارمین ترتیب داده شده است. در همه خواجگی‌های دهقانی خرد و کلان یخ‌آبمانی باغات ادامه دارد. مطابق نقشه و چهارمین تیرمای زمستانه در ناحیه 40,000 کوبومتر کانال کنده 19,000 کوبومتر زهور زرکش‌ها تازه کردن لازم است. در بسنه امروزه کندن کانال ها 50% اجرایش کرده شده است. حاضر 19,000 کوبومتر زهور زرکش کندن در کار بود. در عین حال 49% اجرایش شده است. حرکت میکنیم که تا سرشوی موسم آبیاری همه کاری اجرایش ملارتیه اجرا نموده آماده کار باشند که دهقانا تامینات آب را سریع وقت تامین کرده توانند. از طرف حکومت مملکت واقعا در دوران صاحب استقلالی توجه به ساحه کشاورزی خیلی زیاد شده است. البته همه این دستگیری‌ها در دایره برنامه‌های جداگانه باید به استفاده مقصدناک زمین راه اندازی گردیده، نتیجه آن فراوانی و ارزانی در بازارهای مملکت و به این واسطه تامین زندگی شایسته مردم تاجیکستان میباشد.